کاربردهای محلول الکترولایزد اکسیدایزینگ واتر. گندزدایی آب آشامیدنی به منظور کنترل بیوفیلم در خطوط آبرسانی، مخازن و پدهای سلولوزی و جایگزین کلرزنی سنتی. کنترل آلودگی‌های منتقل از طریق خطوط آبرسانی بین پرندگان. پاکسازی و جلوگیری از گرفتگی لوله‌ها در خطوط آبرسانی. ضد عفونی هوا از طریق مهپاشی در راستای کنترل بیماری‌های ویروسی، باکتریایی و قارچی در هوای سالن‌های تولید در حضور پرنده. کنترل بیماری‌های ویروسی مانند برونشیت عفونی، نیوکاسل، آنفولانزا، سالمونلا، ایکولای و مایکوپلاسما از طریق مهپاشی. ضد عفونی ماشین‌های ورودی و پرسنل از طریق کانال‌های ضد عفونی. ضد عفونی سطوح و تجهیزات از طریق آغشته سازی. استفاده در آماده سازی سالن‌ها از طریق مهپاشی. ایمنی پرسنل. برخی مجوزهای بین‌المللی اخذ گردیده محلول الکترولایزد اکسیدایزینگ واتر. تاییدیه سازمان FDA در خصوص استفاده از محلول هایپوکلوروس اسید برای موارد OTC به عنوان یک آنتیسپتیک. تاییدیه سازمان EPA در خصوص کارایی اثر آنولیت بر روی ویروس‌های پوششدار و بدون پوشش و سایر میکروارگانیسم‌ها. تاییدیه سازمان NSF آمریکا در خصوص گندزدایی آب شرب. تاییدیه CE اتحادیه اروپا در کاربردهای پزشکی، دامپزشکی، آب شرب و صنعت غذا. برخی مجوزهای ملی اخذ گردیده محلول الکترولایزد اکسیدایزینگ واتر. مجوز سازمان دامپزشکی کشور در خصوص استفاده محلول ضد عفونی کننده آنولیت برای سطوح، ابزار، تجهیزات و حتی بافت. تاییدیه سازمان غذا و دارو در خصوص عدم خورندگی، ضد عفونی کننده خطوط، سطوح و سطوح در تماس با مواد غذایی، میوه و سبزیجات و ضد عفونی سطوح مراکز درمانی. تاییدیه اثر ویروس کشی، باکتری کشی و قارچ کشی محلول آنولیت تولید شده توسط دستگاه اینوایرولیت، توسط انستیتو پاستور ایران، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه بقیت الله. تاییدیه سازمان غذا و دارو در خصوص ضد عفونی کننده دست و عدم ایجاد حساسیت پوستی.